سلام بیننده عزیز، برنامه اخباری آزادی و طور مستقیم دوامی 15 دقیقه از استودیوی رادیو آزادی در پراگ پخش می شود. امروز 14 اپریل است. من مومین احمدی هستم. سرخط خبرها. امام علی رحمان یک کمیسیه حکومتی را برای آموختن وضع به منطقه رشت فرستاد. در زمین لرزه روز گذشته بیش از 200 خانه و انشاءات خراب شده، یک کودک جان باخته است. قرقیزستان از روسیه طلب کرد که بازداشت و اذیت بی‌رحمانه مهاجران در حمام مسکو را شرح داده از تکرار چنین حادثه جلوگیری کند. راه سفر بیماران از کلاب به دوشنبه کوتاه شد. در این شهر یک آزمایشگاه نو به کار آغاز کرده است. گریپ دیگر کرونا اینها طریق رایگان با مردم خدمت رسانی کرده می شود. امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان دستور داده است که ضرری رسیده از زمین لرزه روز گذشته به ساکنان منطقه رشت حساب و به آنها کمک رسانده شود. بر اثر زلزله روز 13 اپریل در ناحیه‌های رشت و تاجیک‌آباد 94 خانه پرره و 50 خانه قسماً ویران شده، به 61 منزل آسیبی سبک رسیده است. این چنین 3 مکتب و تقریباً 200 انشاءات اجتماعی از جمله چایخانه و بنگاه طبی ضرر دیدند. یک ساکن خردسال ناحیه رشت در این حادثه جان باخت. برای یوسفی و ارشاد سلیمانی در این باره تفصیلاتی بیشتر دارند. آسیب زمین‌لرزه‌های 13 اپریل در منطقه رشت باید تا ظهر 15 اپریل معین کرده شود. این خلاصه جلسه ستاد فوق‌العاده با رهبری معاون سروزیر تاجیکستان سلیمان زیازاده است. پس از معین شدن میزان ضرر، رسانیدن یاری‌ها برای برطرف کردن پیامدهای فلاکت آغاز می شود. قدمی در لازم خیمه قطعی تامین کرده شدیم. بعد مواد خوراک گرم دیهایی که ضرر دیدگی نیستن تحصیل کرده شدیم، خوراک گرم داده شدیم. حساب حکومت و یاردم خوراک اومدگی تقسیم میکنم. کودک 3 ساله عبدالغنی مشربوف ساکن دهه اشترپستی جماعت هجبارک ناحیه رشت زیر دیوار خانه استقامتی مانده جان باخته است. معاون سروزیر همراه با مسئولان حالتهای فوق‌العاده به خانواده این آسیب دیده رفته اظهار همدردی کردند و همچنین کمک رساندند. ستاد در مورد بعضی از دههایی که از این پیشتر هم از زلزله ضرر دیده بودند تصمیم پیشکی گرفته است. خودگی سابقاً دور از ناحیه جایگیرند که مسئولیت نه اورا این چند مرتبه همین زمین لرزه ضرر میبینن اما چی هم قشرخوره بر اساس معلومات پیشکی که دفتر مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان نشر کرد، در ناحیه‌های رشت و تاجیک‌آباد 94 خانه استقامتی پوره و 50 خانه قسما ویران شده و 61 خانه دیگر آسیب سبک رسیده است. همچنین 3 مکتب و نزدیک 200 انشاءات گوناگون دیگر ضرر دیدند. با وجود این منصبداران منطقه میگویند به خوانندگان این مکتب‌ها مشکلی ادامه تحصیل پیش نخواهد آمد. کمیسیا کار کرده است. کمیسیا جمهوریتی و ناحیوی کار کردن شروط معلوم میکنند. با اطلاع منبع از زمین لرزه روز 13 اپریل از همه بیشتر دهه‌های اشترپست، مخصوما، اسکالون، سفیدتندک، گلخانی، کول و خولکی ناحیه‌های رشت و تاجیک‌آباد ضرر دیدند. مرکز اداره‌کنی حالت‌های بحرانی کمیته حالت‌های فوق‌العاده همزمان از وقوع 3 پس لرزه در قلمرو تاجیکستان در روز 13 اپریل خبر داد که مرکز همه آنها منطقه رشت بوده است. با گفته این منبع قوه زمین لرزه در مرکز 5 6 و در شهر دوشنبه 3 بال را تشکیل داد. منطقه رشت در گذشته هم شاهد زمین لرزه های سخت شده. سال 2020-2021 بر اثر زلزله 5 ساکن تاجیک‌آباد به هلاکت رسیده، نزدیک به 60 خانه در 4 دهه این ناحیه آسیب دیدند. زمین جنبی‌ها در این منطقه فاجعه 10 ایول سال 1949 را یادرس کرد که همچون زلزله هایید معروف بوده سبب مرگ 32,000 نفر گشته بود. از آن وقت بنیاد این منزل در آنجا طلبات خاص دارد که نه همیشه رعایت می شود. سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمینه یا اپ ما را بگیرید.
یک خبر بین المللی. رهبران اوکراین، آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد حمله موشکی روسیه را به شهر سومی اوکراین که دهها کشته و زخمی بر جای گذاشت محکوم کردند. کای مرسیتا واکنش آنها را در یک گزارش گرد آورد. در این حمله در روز 13 اپریل 34 کس از جمله 2 کودک کشته شدند. خدمات حالتهای فوق‌العاده اوکراین خبر داد که 117 نفر دیگر با شمول 15 کودک زخمی گشتند. اورسولا فون در لین رئیس کمیسیون اروپا حمله روسیه را به شهر سومی اوکراین پایمال دغلانه قانون‌های بین المللی نامید و خواهان چاره‌های قطعی برای رعایت سازش آتش بس شد. سخنگوی آنتونیو گوترش گفت که دبیر کل سازمان ملل متحد از حمله روسیه عمیقاً نگران شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته است که حمله روسیه به سومی یک چیز دهشتناک بود. فریدریخ مرتز صدر اعظم نوی آلمان رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین را به صادر کردن جنایت جنگی برقصدانه و حساب شده گناهکار کرد. او گفت این پاسخ پوتین به آنها است که با او درباره آتش بس گپ میزنند. سران بریتانیا و فرانسه و ایتالیا نیز این حمله را محکوم کردند. اندری یرمک رئیس دستگاه پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی ادعا کرد که روسیه در موشک‌ها بمب‌های کاستی گذاشته است. با گزارش خبرگزاری ریترز او گفته است که روس‌ها این کار را می‌کنند تا مردم بیشتری را بکشند. ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین گفت تنها ناکسان چنین رفتار کرده می‌توانند و جان انسان‌ها را می‌گیرند. سازمان ملل متحد در آخر ماه مارس گزارش داد که از آغاز سال 2025 در درگیری‌ها در اوکراین کمش 413 غیر نظامی کشته شدند. همچنین گفته می شود که در 3 ماه اول امسال در اوکراین بر اثر حمله‌های روسیه بیش از 2000 نفر زخمی گشتند. این رقم در مقایسه به همین دوره سال 2024 30% بیشتر بوده است. امروز وزارت کارهای خارجه قرقیزستان سفیر روسیه در بیشکک سرگئی وکونوف را فرا خوانده در رابطه با بازداشت بیرحمانه مهاجران یادداشت یا خودنوت تقدیم کرده است. به نوشته رسانه‌های قرقیزستان، الماس ایمامانقاضیف وزیر کارهای خارجه این کشور با دیپلمات روس قضیه بازداشت دسته جمعی مهاجران قرقیزستانی در یک حمام مسکو را بررسی نموده شرح آن را طلب کرده است. حادثه 10 اپریل به وقوع پیوسته در آن نهادهای قدرتی روسیه بدون کدام ضرورت با استفاده از زور مهاجران را بازداشت و تفتیش کردند. وزارت تقاضا کرده است که حقوق شهروندان قرقیزستان در روسیه حفظ گردد تا کارشریکی استراتژی دو کشور از این گونه حادثه خللدار نشود. عملیات در حمام را همکارمان زرنگیز نوروزشاه پیگیری کرده است. یک ویدیو عملیات ضد مهاجران در حمام بودرس در مسکو بحث برانگیخت. در نوار دیده می شود که گروه مهاجران نیم اوریان در روی فرش حمام تنگ خوابیدند. گفته می شود آنها از قرقیزستان هستند. وزارت کارهای خارجه این کشور در اظهارات گفت درباره رفتار غیر قانونی نیروهای امنیتی روسیه با مهاجران نمایندگان رفتند که مهاجران قرقیز با آنجا با شکم حرکت کن، خزیده را زودتر. در این نوارها دیده می شود که چند کس با لباس غیر نظامی و روی بسته به حمام در مسکو در آمدند. آنها شخصانی در روی فرش خوابیده را با لگد می زنند و از بالایشان می گذارند. سپس یک دوربین را محکم می کند. در میان آنهایی که به حمام حمله کردند نیروهای آمان و ارتش روسیه یا وزارت کارهای داخلی هم بودند. به نقل یکی از آنهایی که آن زمان در حمام بود، مهاجران را در آنجا 5 ساعت لط و کوب و تحقیر کردند. آنها همه را می زدند که ها بودند دیده نمی شد. با ما اجازه نمی دادند که سر بالا کنیم. در دستشان الکتروشوکر بود. سپس آنهایی را که جسماً قوی تر بودند با خود بردند. شخصان ریشدار را هم جدا کرده بردند. ریش یک نفر را همانجا قیچی کردند. وقتی سرکشی کرد در رویش زدند. با سوال یک از همراهان ما که پرسی چرا میزنند، آنها گفتند چون که شما را دوست نمی‌داریم. ژانار اکایف وکیل قرقیزستان از حکومت طلب کرد که به حادثه واکنش کند. وی گفت نهادهای قدرتی روسیه باید فوراً آنهایی را که این رید را گذرانیدند جزا دهند. هموطنان، مگر این درست است که یک گروه زیادی آدمان با آمان به حمام تاجر قرقیز در مسکو در آمده هموطنان ما را بیرحمانه میزنند؟ واکنش حکومت کجاست؟ وزارت کارهای خارجه، سفارت کجایند؟
دفعه گذشته هم همین خیل به بینای صاحبکار قرغیز زده در آمدن و آدمان را بدتر از تروریستان زدن. ما عضو اتحاد اقتصادی اوراسیا شریکان استراتژیکی هستیم. یعنی چی؟ اجازه میدیم که صدها هموطن ما را بزنند و خاموش بمانیم؟ باری اول نیست که نوارها با صحنه بازداشت تحقیرآمیز و لطوکوب مهاجران آسیای مرکزی از سوی نیروهای روسیه رسانه‌ای می شود. در گذشته کارشناسان این عملی مقامات قدرتی روسیه را نمونه بیگانه ستیزی و وجود شکنجه در کار مقامات این کشور نامیده بودند. برمیگردیم به تاجیکستان. در کولاب یک آزمایشگاه به کار آغاز کرده است که در آن بیش از 10 نوع ویروس را شناسایی می‌کنند. تشخیص در این آزمایشگاه کار ساکنان را آسان کرد. ساکنان برای این نوع تشخیص بیش از 200 کیلومتر راه را طی کرده به دوشنبه می‌رفتند. برخی تجهیزات این آزمایشگاه را سازمان آمریکایی USAID داده است که حالا دیگر در تاجیکستان فعال نیست. کمک رسانی این سازمان را حکومت دونالد ترامپ قطع کرده است. همکارم محمود جان رحمتزاده درباره این آزمایشگاه گزارش تهیه کرده است. نخستین آزمایشگاه کلان ویروسولوژی در منطقه کولاب. تا یک سال پیش برای معین کردن آلودگی به هر ویروس ساکنان باید به دوشنبه می‌رفتند. حالا این امکان در مرکز بهداشتی و عفونی منطقه کولاب فراهم شده است. یک قسمت تشخیص‌ها به فرق از تشخیصگاه‌های خصوصی رایگانند. ما عین حال 13 نمود بیماری‌های با واسطه راه‌های نفس گذرانده با مثال گریپ دیگر کرونا اینها طریق رایگان با مردم خدمت رسانی کرده می‌شود. این چنین بیماری باتولیزم که ما با تشخیص اون مشغول هستیم اون هم با طریق رایگان با مردم خدمت می‌رسانیم. تا سال 2020 این تشخیصگاه یک مکان ویرانه را می‌ماند. با آمدن بیماری کووید 19 توجه به تشخیصگاه بیشتر شد. در اول یک ماشین سیار به مرکز بهداشتی منطقه کولاب داده شد. آن وقت در اینجا فقط بیماری کووید 19 سنجیده می‌شد. سال 2024 این تشخیص‌ها کلاً با سازی و با تمام دستگاه‌های ضروری تامین شد. حتی متخصصانش در اروپا آموزش دیده آمدند. شرط نیست مثال راه دراز دوشنبه دیگر جا رفتن همه همین شرایط را ما داریم. متخصصان در سطح بین المللی خواننده آورده ایم. برای اینقدر مرحمت تمام ویروس‌ها نوبسته همش هم میتونیم که گیریم همینجا تحلیل کرده تیمتون هم طریق ایفا میتونیم کار کنیم هم طریق زنجیره پلیمریزاسی هچه. حالا هر ویروس با این تجهیزات معاصر سنجیده و در یک شبانه روز معاین کرده می شود. هر ویروسولوگ برای آموختن این تجهیزات اول باید آموزش بیند. امرالدین سراج‌الدین در فرانسه تحصیل کرده است. حالا او مدیر شعبه ویروسولوژی است و همه تشخیص‌ها را با این تجهیزات‌های معاصر انجام می‌دهد. آزمایشگران ویروسولوژی جمهوری با شهر تولوز فرانسه رفتیم و در اونجا با تجهیزات نوی جین اکسپرت طرز کار کردن با اون تجهیزات و کدام نمود تشخیص ها را میگذارند و استفاده برای این تجهیزات ما آموختیم. حالا در یک روز تا 4 تشخیص گذرانده می شود. رهبریت مرکز بهداشتی منطقه کولاب میگوید که شاید ساکنان از این مرکز آگاه نباشند. اینچنین این مرکز ویروسولوژی دولتی می توانسته است که با مرکزهای ویروسولوژی خصوصی رقابت کند. نرخی که این مرکز برای یک قسمت آن گذاشته است تا 5% از مرکزهای خصوصی ارزانتر بوده است. مقامات ازبکستان خواهان تفتیش شرکت‌هایی شدند که شهروندان را برای حج عمره به عربستان سعودی میبرند. آنها به شهروندان نیز هشدار دادند که از خدمات شرکت‌های بی اجازتنامه استفاده نکنند وگرنه از روی سفر به کعبه پس گردانده میشوند. تاکنون 1000 تاجیکستانی به واسطه شرکت‌های ازبکستان به حج عمره رفتند. روز 7 اپریل یک گروه از آنها دعوا کردند که فریب خوردند. با گفته آنها شرکت اخیتور از ازبکستان برای 14 روز آنها را برای ادای حج عمره برد، اما با گذشت 20 روز به وطن پس نمی‌آورد. برنامه ما به طور مستقیم در فیسبوک و یوتیوب پخش شد. خبرهای از این بیشتر را در تلگرام و تیک تاک، شبکه ایکس و سامانه آزادی آرک پیدا کنید. تا برنامه‌های دیگر، خدا نگهبان شما باد.